با گفته منبع‌های رادیوی آزادی امروز 23 می کلیه حربی دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی پرونده 5 سرباز و یک افسر شروع کرده است. یک نماینده دادگاه این معلومات را تصدیق کرد و گفت مرافعت در تالار دادگاه حربی گرنیزانی شهر خوجند می‌گذرد. سودیا و یا دادرس‌های کلیه حربی دادگاه عالی یک روز پیش در شهر خوجند جمع آمدند. در کرسی عیبداری 5 سرباز جانب قاسم زاده، فخرالدین عظیموف، اعظم کمالوف، محمد نظر نازیموف، حاج اکبر سیف اللهف و پدپلکامنک نزهت لزوریف نشستند. این افسر تا لحظه بازداشت سردار کمانداتور یکم واروخ بود. 5 سرباز به ویران کردن قاعده های آیین ناموی متهم می شوند. قسم 2 ماده 373 کدکس جنایی برای این اتهام از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند. پدپلکامنک نزهت لزوریف باشد به سوء استفاده مقام و برآمدن از حد وکالت خدمتی متهم می شود. کدکس جنایی تاجیکستان برای این اتهام از 8 تا 12 سال زندان را در نظر دارد. نظر سربازان و افسر بازداشت شده در رابطه با پرونده معلوم نیست. دقیق نیست که آنها به اتهام نسبتشان اعلان شده تا کجا راضی‌اند. این 5 سرباز مهلت خدمت را به پایان رسانده بودند و در خانه هایشان بازداشت شدند. قضیه آنها را دوام قریب 1 ماه دادستانی نظامی ولایت سوخت تحقیق کرده است. این ویدیو در اوج موسم دعوت بهاری جوانان به ارتش نشر شد و مقامات میگویند به رفت دعوت تاثیر نداشت، در حالی که شارحان شبکه‌های اجتماعی تاثیر آن را شدید ارزیابی می‌کنند. مولا رجب یوسفی امیر صایف، آزادی دوشنبه.